سلام و عرض ادب. با اولین ویدیوی آموزشی کانال یوتیوب ما همراه باشید که دومین ویدیوی کانال گلازینه. دوستان، مواردی که ما میخوایم خدمت شما عرض کنیم، من توی 9 تا بخش تقسیم بندی کردم. توی این 9 تا بخش برای هر کدوم از اینا میایم یه ویدیوی جداگانه تهیه میکنیم. این 9 تا بخش رو نه توی کتابی ما خوندیم نه توی جایی شنیدیم. این حاصل نتیجه من توی این بیش از 10 سال گلخونه داریم و بیش از 4 سال تحقیق و مطالعات من در زمینه اقتصاد و بازاریابی و کوچینگ که الان هم تو یک سری از این دوره ها من دارم شرکت میکنم و نتیجه اینا رو که کنار هم دیگه قرار دادیم، به جرئت میتونم بگم چنین چیزی رو اولین بار توی ایران دارم ارائه میدم. گلخونه داری، گلگیاهای زینتی رو در کنار اقتصاد و بازاریابی به شیوه کوچینگ میخوام به شما آموزش بدم که برای شما کاربردی و مفید باشه. اینقدر مطالب هست که هنوزم که هنوزه شما توی پیجا و سایت ها ببینید میگن سانسفریا رو 8 برش بزن بخوای ازش ریشه ازش بگیری، یا نمیدونم پتوس و اینطوری بکار. اینا چیزایی هست همه جا میشه پیدا کرد. مواردی که من میگم فراتر از اینه. شاید به جرئت بگم به درد کسایی که توی خونه هم هستن شاید به دردشون نخوره. بیشتر برای کسایی که میخوان توی این بیزینس وارد بشن، کسایی میخوان که مشکلاتشون توی این بیزینس حل بشه، این به درد اونا میخوره. خب دوستان، ما یکی یکی اینا رو معرفی میکنیم که چه چیزهایی رو میخوایم به شما آموزش بدیم و برای هر کدوم از اینا جداگانه ویدیو تهیه میکنیم. اولین مورد بازاریابی و دومیش مورد فروشه. دوتا رو میتونستیم همکاسه بکنیم، ولی خب گفتیم برای هر کدوم توضیحات سواد به شما ارائه بدیم که مطالب برای شما به درد بخور باشه. از این 9 تا موردی که من اینجا نوشتم، اگر از من توی این چند سال بخوام یه تجربه بگیرید که آقا کدومش از همه مهمتره و کدومش رو متمرکز بشیم، من میگم بیاید این 2 تا مورد 70% کار ما این 2 تا مورده. انتخاب محصول ما 20% و بقیه این موارد 10%. انشالله همکارا به خاطر این صحبتایی که من میکنم از من خورده نگیرن. تخصص تولید اگر ندارید میتونید یکی رو تو مجموعه خودتون استخدام بکنید که برای شما کار بکنه، فوقش حقوقش خورده بالاتر باشه. اول بسم الله به شما بگم نیروی ارزون همیشه برای شما گرون تموم میشه. دنبال این نباشید که حالا یه چیزی رو بخواید سرهم بکنید. حتی از اون اول اگر مجموعتون هم کوچیکه، سعی بکنید از کسایی که صاحب نظر این کار هستن از اونا بپرسید، با اونا در ارتباط باشید. مسیرتون کوتاه‌تر میشه. برای خرج کردن و برای آموزش بدونید که سرمایه گذاری. از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. حمایت شما باعث میشه که همچنان خدمتگزار شما باشیم. مخلصیم. تا ویدیوی بعد.